سرخط خبرها: جنگ بزرگ در راه است. ارسال بمب سنگرشکن آمریکا به خاورمیانه. بالگرد نیروی دریایی ارتش ایران بر روی نفتکش آمریکایی. تعقیب و گریز جنگنده‌های روسیه و آمریکا بر فراز سوریه. جنگنده‌های اسرائیلی اهداف غیرنظامی را در هرمز بمباران کردند. و امارات در صدر فهرست کشورهای خارجی در جذب پرسنل نظامی بازنشسته آمریکا. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. جنگ بزرگ در راه است. ارسال بمب سنگرشکن آمریکا به خاورمیانه. وال استریت ژورنال نوشت آمریکا جنگنده‌هایی با بمب‌های ضد زره سنگرشکن به خاورمیانه اعزام کرده است. این روزنامه اضافه کرد هدف از این اقدام مهار ایران، یعنی مقابله با گروه‌های وابسته به ایران در سوریه و عراق است. پنتاگون در ماه گذشته میلادی مجموعه‌ای از هواپیماهای جنگی را به خاورمیانه اعزام کرد. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی نوشت ارتش آمریکا به تازگی جنگنده‌های هجومی مسلح به بمب‌های ضد زره سنگرشکن را برای مهار ایران به منطقه ارسال کرده است. این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی اضافه کرد هدف از ارسال بمب‌های با بیشترین قدرت تخریب این است که در صورت حمله گروه‌های مورد حمایت ایران به آمریکایی‌ها، خلبانان آمریکایی فرصت بزرگتری برای نابود کردن انبارهای مهمات و تسلیحات و دیگر پایگاه‌ها در سوریه و عراق داشته باشند. آمریکا در بسیاری از نقاط مختلف خاورمیانه از جمله عراق، سوریه و کشورهای جنوب خلیج فارس پایگاه نظامی دارد. ژنرال الکسیوس گرینکویچ که بر عملیات نظامی آمریکا در آسمان سوریه و 20 کشور دیگر خاورمیانه و جنوب شرق آسیا نظارت می‌کند گفت جنگنده‌های A-10 کاملاً برای اجرای مأموریت‌های مورد نظر فعال هستند. وزارت دفاع آمریکا در ماه گذشته میلادی یک اسکادران شامل 10 فروند از جنگنده‌های A-10 به خاورمیانه اعزام کرد. این اتفاق بعد از آن روی داد که گروه‌های نزدیک به ایران در سوریه حملاتی علیه پایگاه‌های آمریکا در این کشور انجام دادند. در یکی از این حملات با استفاده از پهپاد انتحاری یک پیمانکار نظامی آمریکایی کشته شد. ارتش آمریکا و گروهایی که مورد حمایت و وابسته به ایران توصیف می‌شوند در سوریه بارها حملاتی علیه یکدیگر داشتند. این اتفاق در زمانی روی می‌دهد که تنش میان ایران و آمریکا رو به افزایش است. نیروی دریایی آمریکا روز پنجشنبه گذشته خبر داد ایران یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال را در دریای عمان توقیف کرد. این نفتکش به مقصد آمریکا نفت حمل می‌کرد. ارتش ایران گفته است این نفتکش پس از تصادف با یک کشتی ایرانی تلاش کرد با خاموش کردن دستگاه‌های ردیابی فرار کند، اما توقیف شد. بالگرد نیروی دریایی ارتش ایران بر روی نفتکش آمریکایی. فیلم لحظه هاور کردن بالگرد نیروی دریایی ارتش ایران بر فراز نفتکش متخلف آمریکایی منتشر شده است. تکاوران دریایی نیروی دریایی ارتش ایران بر فراز نفتکش آمریکایی با بالگرد سنگین و تجهیزات کامل برای توقیف آن فرود آمدند. این نفتکش در منطقه یکم دریایی در بندر عباس پهلو گرفته است و تا زمان پرداخت تمام خسارت‌های وارده رها نخواهد شد. تعقیب و گریز جنگنده‌های روسیه و آمریکا بر فراز سوریه. یک مقام ارشد نیروی هوایی آمریکا فاش ساخت که جنگنده‌های روسیه تعقیب و تقابل با جنگنده‌های آمریکا بر فراز حریم هوایی سوریه را به شدت افزایش دادند. وبگاه دیفنس نیوز به نقل از ژنرال ارشد نیروی هوایی آمریکا در منطقه نوشت جنگنده‌های روسیه به طور فزاینده‌ای نزدیک جنگنده‌های آمریکایی در آسمان سوریه پرواز می‌کنند. ژنرال الکسیوس گرینکویچ فرمانده نیروی هوایی آمریکا در منطقه گفت از اول مارس خلبانان روسی به شیوه‌های خصمانه عمل کردند و باعث نگرانی سران نظامی آمریکا شده و این موجب احتمال اشتباه محاسباتی و تشدید تنش شده است. ژنرال گرینکویچ گفت باید چندین مایل از هم فاصله داشته باشیم و فقط یکدیگر را زیر نظر داشته باشیم، اما روس‌ها مانورهای سنگینی علیه ما انجام می‌دهند. جنگنده‌های اسرائیلی اهداف غیرنظامی را در هرمز بمباران کردند. به نقل از مصری الیوم مرکز روسی برای آشتی در سوریه اعلام کرد که 4 جنگنده ارتش رژیم صهیونیستی بامداد شنبه زیرساخت‌های استان هومس در سوریه را بمباران کردند که بدون دنبال آن دست کم 3 غیرنظامی مجروح شدند.
اولی گرینوف معاون رئیس این مرکز اعلام کرد که در تاریخ 29 آوریل جنگنده‌های مذکور از نوع F-15 وابسته به نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی با پرواز بر فراز دریای مدیترانه از طریق بخش شمالی لبنان یک حمله موشکی و خمپاره‌ای علیه زیرساخت‌های غیرنظامی استان حمص انجام دادند. خبرگزاری دولتی سوریه سنا بامداد شنبه اعلام کرده بود که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی اهدافی را در حومه حمص بمباران کردند. این خبرگزاری اشاره کرد که پدافند هوایی سوریه اقدام به مقابله با جنگنده‌های اسرائیلی کرده است. برخی منابع از وقوع آتش‌سوزی گسترده در پی این حمله خبر دادند. یک منبع آگاه نظامی با ذکر جزئیاتی از حمله موشکی رژیم صهیونیستی به حومه شهر حمص اعلام کرد که در جریان این حمله 3 غیرنظامی مجروح شدند و یک پمپ بنزین و ایستگاه توزیع سوخت گازی و به دنبال آن شماری از تانکرها و کامیون‌ها طعمه حریق شدند. گفتند نیز آخرین تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک سوریه در 9 آوریل فروردین ماه جاری رخ داد که طی این حمله جنگنده‌های این رژیم حومه جنوبی دمشق را از سمت بلندی‌های جولان اشغالی هدف قرار دادند. امارات در صدر فهرست کشورهای خارجی در جذب پرسنل نظامی بازنشسته آمریکا. اسناد رسمی وزارت دفاع ایالات متحده تایید می‌کند که امارات متحده عربی در صدر فهرست کشورهای خارجی است که در دهه گذشته بیشترین تعداد از پرسنل نظامی بازنشسته ایالات متحده را استخدام کرده است. طبق قوانین فدرال ایالات متحده، پرسنل نظامی بازنشسته از دریافت هر چیز با ارزشی از دولت‌های خارجی که می‌تواند وفاداری قسم خورده آنها به ایالات متحده را تهدید کند، ممنوع هستند. اما در سال 1977 کنگره به پنتاگون و وزارت امور خارجه اجازه داد در این قانون استثناء قائل شوند. به گزارش وبسایت انگلیسی میدل ایست آی یادداشتی که دفتر لوید استین وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به استعلام سناتور دموکرات الیزابت وارن به کنگره ارائه کرده نشان می‌دهد که 450 درخواست از سوی پرسنل نظامی بازنشسته ایالات متحده از سال 2012 تا 2022 برای همکاری با کشور خارجی به وزارت دفاع ارسال شده است. این یادداشت حاکی از آن است که از مجموع درخواست‌های مذکور 12 درخواست رد، 21 درخواست از نظر اداری بسته یا پس گرفته شده و 11 درخواست همچنان در دست بررسی است و مابقی درخواست‌ها پذیرفته شده است. بر این اساس تعداد درخواست‌های تایید شده به 406 مورد رسید و امارات متحده عربی بیش از نیمی از تاییدها را به صورت مستقیم و چه با پیمانکاری که به نمایندگی از دولت کار می‌کنند اخذ کرد. بر اساس این یادداشت امارات یکی از 47 مقصد کاری افسران بازنشسته آمریکایی بود. به نوشته این وبسایت انگلیسی بالاترین رتبه نظامی آمریکا که در سالهای اخیر با دولت امارات همکاری می‌کرد، ژنرال بازنشسته جیمز ماتیس بود که به عنوان وزیر دفاع دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا فعالیت می‌کرد. او در سال 2015 به عنوان مشاور نظامی در امارات خدمت کرد و سپس به خدمت آمریکا بازگشت و در سال 2017 وزیر دفاع ترامپ شد. بر اساس این یادداشت حقوق پرسنل بازنشسته ارتش آمریکا در حاله‌ای از ابهام قرار دارد، زیرا تنها 35 افسر بازنشسته مبالغ دریافتی خود را فاش کردند. اطلاعات جدید احتمالاً به نگرانی‌ها در مورد میزان گسترش نفوذ کشورهای خارجی بر نهادهای ایالات متحده می‌افزاید. نکته قابل توجه این است که اسناد افشا شده اطلاعاتی آمریکا امارات متحده عربی را به تلاش برای نفوذ و مداخله در سیاست آمریکا به نفع خود از طریق سوء استفاده از کمک‌های مالی، کمپین‌های انتخاباتی و گروه‌های لابی ایالات متحده متهم می‌کند.